سلام بچه‌ها، وقتتون بخیر. به دوره پریمیر بیسیک خوش اومدید. دوره‌ای که توش قراره با هم دیگه نرم افزار پریمیر رو از صفر تا زمانی که یه خروجی جذاب ازش بگیریم یاد بگیریم. همونطور که می‌دونید این دوره کاملا رایگانه و هیچ هزینه‌ای بابتش قرار نیست پرداخت کنید و خیلی به درد شما میخوره که میخواد وارد عرصه ویدیوگرافی بشید یا تدوین فیلم رو به صورت خیلی حرفه‌ای یاد بگیرید، یا حتی کانال یوتیوب داری یا میخوای ویدیوهات رو خودت ادیت کنی، یا حتی پیج اینستاگرام داری و میخوای تولید محتوات رو خیلی جذاب‌تر کنی. این دوره با توجه به اینکه رایگانه میتونه شروع خیلی خوبی برای شما باشه. من خیلی دلم میخواستش که این دوره فقط یه یادگیری نرم افزار صرف نباشه و بتونم چیزهای کاربردی رو بهتون یاد بدم. به خاطر همین خودم دست به کار شدم و یه کلیپ ریکورد کردم و توی این دوره همونطور که داریم با هم نرم افزار رو یاد میگیریم اون کلیپ رو هم ادیت میکنیم و فایل هایی که خودم ریکورد کردم و توی این دوره ازشون استفاده میشه رو براتون توی فایل های تمرین گذاشتم تا شما هم دانلودشون کنید. تنها فایلی که توی فایل های تمرینتون نیست و من توی این دوره ازش استفاده میکنم فیلم پالپ فیکشنه که کوئنتین تارنتینو ساختتش. اون رو خودتون دانلودش کنید و ازش استفاده کنید. من دیگه نمیخواستم حجم فایل های تمرین خیلی زیاد بشه. بچه‌ها خواهش میکنم ازتون که این دوره رو مثل فیلم سینمایی نذارید جلوتون و اینجوری دست به سینه ببینید. خب هر یه قسمتی که دیدید حتما خودتون پریمیرتون رو باز کنید و هر کاری که من میکنم شما هم انجام بدید تا اینجوری این چیزایی که میگم رو خیلی بهتر یاد بگیرید. قبل از اینکه توی قسمت اول دوره ببینمتون، بریم با هم ببینیم ویدئویی که قراره توی این دوره ادیت کنیم چی میشه. توی خیلی از فیلم‌ها غذا خوردن شاید کار خیلی مهمی نباشه، ولی تو فیلم‌های تارنتینو یه کارکرد دیگه‌ای داره. مثلا تارنتینو توی فیلماش با غذا شخصیت پردازی میکنه. توی فیلم پالپ فیکشن وقتی که جولز همبرگر طرفو بر میداره و میخوره ما متوجه شخصیت قلدر و سلطه‌گر اون میشیم. ولی چیزی که من عاشقشم و میخوام باهاتون راجبش صحبت کنم تونال شیفته. حالا ممکنه با خودتون فکر کنید که غذا خوردن و خشونت چه ربطی ممکنه با هم دیگه داشته باشن؟ تارنتینو قبل از اعمال خشونت با نشون دادن غذا خوردن حس لذت رو به مخاطبش میده که باعث میشه مخاطب از اون خشونت حس لذت بخشی داشته باشه. غذای لذت بخش به اضافه خشونت بیش از حد مساوی بیشترین تضاد و یادتون باشه این تضاده که درام میسازه.